چطور میتونیم در افغانستان USDT بخریم؟ طریقش خیلی ساده و آسان است. میریم داخل براوزر موبایل و در سرچ می نویسیم afgcash.site و در اینجا سر 3 نقطه کلیک میکنیم و لاگین را میزنیم. اگر شما اکانت ندارین اول اکانت بسازین و اینجا ایمیل و رمز خود را میزنیم. حالا در صفحه داشبورد سر 3 نقطه کلیک کرده و روی دیپازیت کلیک میکنیم. حالا مقدار دیپازیت و نوع پول انتخاب میکنیم و از اینجا حساب پی اتومبیل را انتخاب کرده و در اینجا شماره بکسک حساب پیش کپی کرده و میریم در حساب پی و سر سند کلیک میکنیم و اینجا حساب پی اکاونت نوشته میکنیم و مقدار پول نوشته میکنیم و حساب پی والت یا بکسک حساب پی را انتخاب کرده و پول ارسال میکنیم. بعد از ارسال به شما یک رسید میدهد که این رسید خیلی مهم است. در پایین ببینید اینجا ترانزکشن آیدی هست. همین را کپی میکنیم و در وبسایت آمده برایش پیست میکنیم و در وقت نوشتن ترانزکشن آیدی باید دقیق باشیم که غلط نوشته نکنیم و بعد سابمیت پیمنت را میزنیم و این فعلا در پندینگ است. در چند دقیقه پول در اکانت ما میآید صبر میکنیم. خب من تقریبا 1.5 ساعت بعد آمدم دیدم پول آمده و اینجا کامپلیت نوشته است و با سر دکمه اکسچنج کلیک کرده و پول خود را تبدیل میکنیم به دلار. پول ما تبدیل شد. من خیلی وقت میشه از این وبسایت استفاده میکنم و شما هم میتونید. باز روی 3 نقطه کلیک کرده و روی ویدرا کلیک میکنیم و میریم در اپلیکیشن تراست والت یا بایننس و یا هر کدام اپلیکیشنی که شما دارید و آدرس USDT TRC20 را کپی کرده و در اینجا پیست میکنیم و روی کنفرم کلیک میکنیم. این فعلا در پندینگ است و تقریبا 1 ساعت بعد آمدم دیدم پولم ارسال شده و ایمیل هم برایم آمده. رفتم در تراست والت و پولم آمده بود. شما هم دیده میتونید. حتما شما هم این وبسایت را تجربه کنید.